خب آریان ظریفیان هستم و با هم شروع بکنیم. همونطوری گفته بودم نیازی به هیچ پیش نیازی ندارید و اون مطالبی که مورد نیاز هست رو اولش یه اشاره‌ای می‌کنیم بهشون و بعد یواشاش وارد دوره میشیم. وقت با خود بلاک چین می‌خوایم شروع بکنیم. برای اینکه بلاک چین رو بتونیم بهتر بشناسیم، بیایم ببینیم که توی در واقع این دنیای سنترالایز داره چه اتفاقی میفته. شما مثلا یه پولی رو دوستتون گفته به من بده، شما میخواید 1 میلیون از حساب خودتون بهش بدید. در واقع شما میرید در یه بانکی، کارتتون رو میزنید، شماره کارتتون هم وارد میکنید، مبلغ رو میزنید و پول انتقال میدید. اما تو پشت صحنه داره چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید این بانکه میاد وصل میشه به یه لجر. حالا این لجر معنی خیلی خاصی نداره، مثلا میتونیم بهش بگیم دفتر کل، صورت حساب کلی، همین چیزی. این لجره اینجا حساب منه. اول از همه میاد چک میکنه بانک که آقا اصلا شما حسابتون معتبر هست یا نه، 1 میلیون پول داری یا نه. میگه خب اوکی داری. بعد میاد میگه خب این حساب اسم علی حساب معتبری هست یا نه، تو کشور ما حساب داره، تو بانک معتبری حساب داره یا نه. اون حساب رو که پیدا کرد میاد 1 میلیون از حساب من کم میکنه و میاد 1 میلیون هم به حالا 1 میلیون به حساب علی اضافه میکنه. مشکلی که اینجا داره، اتفاقی که داره میفته اینه که این لجه فقط دست بانکه، یعنی هیچکی دیگه از این لجر خبر نداره، دست هیچکی نیستش. وقتی فقط دست بانک باشه چه اتفاقی ممکنه مثلا بیفته؟ اتفاقی که ممکنه اینجا بیفته اینه که این بانک دسترسی به این لجر به ما نده. یعنی وقتی من میرم بانک و میخوام پول منتقل بکنم، بیاد بگه که الان دسترسی به لجر ندارم. تو بهترین حالت بگه برو مثلا 1 ساعت دیگه بیا، برو فردا بیا. ممکن است بگه اصلا نمیتونی بیای و همینی که هست. یه اتفاق دیگه ممکنه چی باشه؟ یه اتفاق دیگه ممکنه این که بگه اوکی من دسترسی به لجرم دارم ولی تو اصلا 1 میلیون پول نداری که، تو 500 تومن داری. و چون این لجر دست کس دیگه ای نیستش و فقط خود بانک داره، سخت اثبات کردن این موضوع. یعنی شما باید برید شکایت بکنید واسه داستان‌های دیگه، چون کسی نیستش که این لجر رو داشته باشه و بگه آقای بانک تو داری اشتباه میگی بر اساس این لجر و این صورت حساب کلی که من دارم. یه پله ولی بالاتر از اون و نکته جالبش اینه که این آقای بانک که لجر رو داره، اون سازمانی که داره پول چاپ میکنه، یعنی صاحب پول اینه که تشخیص میده کی بتونه پول چاپ بکنه کی چاپ نکنه. توی سری از کشورها مثل کشور مثلا عزیزمون، بانک مرکزی هر وقت دلش بخواد پول چاپ میکنه، بعد تبدیل میشه به تورم. لجر رو داره، قدرت این که پول چاپ بکنه هم داره. این تمرکز قدرت دست بانک خطرناکه و اتفاقی هستش که حالا ماها که توی ایران هستیم بیشتر داریم اینو حسش میکنیم. دوستان دانشمندان اومدن حالا به خاطر این دلیل و دلایل دیگری و حالا تحقیقاتی کرده بودن به این نتیجه رسیدن که گفتن اوکی ما میایم یک سیستم جدید پیشنهاد میدیم. میگیم ما مشکل نبود که میگفتید این لجر دست بانکه، خب ما یک سیستم میاریم که این لجر دست همه باشه، یعنی همه یه دونه از این لجر رو بگیرن دستشون. وقتی این اتفاق میفته ما به این میگیم distributed ledger technology، یعنی یک لجری که توزیع شده بین همه آدما و همه آدما میتونن این لجر رو داشته باشن. حالا که ما اومدیم این مشکل رو اینجوری خواستیم حل بکنیم، این شبکه جدیدی که درست کردیم یه سری ویژگی و خصوصیت باید داشته باشه که بتونه کار بکنه. اولین موردش چیه؟ باید ایمیوتیبل باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک تراکنشی تو این لجر ثبت شد یه قابلیت تغییر نداشته باشه، چون دست همه است. موقع فقط دست بانک بود، بانک حواسش جمع بود که چه تراکنشی داره انجام میشه، چی درسته چی غلطه. تو اینجا چون دست همه است و من هم اینجا یه لجر دارم، من نیام اینجا لجرم رو پاک بکنم که اینجا یادتونه به علی 1 تومن داده بودم من، خب بیام بکنم چقدر 2 میلیون
و بگم ببینید تو لجر من نوشته 2 میلیون و علی باید به من 2 میلیون بده. پس خیلی مهمه که این ایمیل باشه، یعنی تراکنش که توش ثبت شد دیگه قابلیت تغییر نداشته باشه که هر کسی بخواد هر جور دلش بخواد اون لجر رو تنظیمش بکنه. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی اینه که ببینید ثانیه به ثانیه داره تراکنش داره اتفاق میفته. یعنی اون بانکی که در واقع خرابترش کرده، ببینید ثانیه به ثانیه داره تراکنش اتفاق میفته. توی بانک داره ثانیه به ثانیه تمام تراکنش‌ها رو داره تو لجرش داره ثبت میکنه. اون یه دونه لجره و مشکلی هم نداره دیگه، شما همه تراکنش‌ها داره از طریق اون لجره داره انجام میشه. اینجا چون چندین لجره، این لجرها باید با هم دیگه هماهنگ باشن و همشون بتونن به سرعت ثانیه به ثانیه تراکنشی که داره انجام میشه رو بتونن ثبت بکنن. این خیلی نکته مهمیه دیگه. و اینکه وقتی دارن تراکنش رو ثبت میکنن باید بتونن یه فرمتی هم داشته باشن دیگه، یعنی اینجوری نباشه که هر لجری تراکنش‌ها رو به اون سبکی خودش میپسنده ثبت بکنه. پس اگر اینجوری باشه شما نمیتونید یه دیتایی رو بیاید باش چک بکنید، چون هر مدلی که دوست داشته نوشته و اون وقت باید بگردی ببینید خب این تراکنش‌های منظورش مثلا چجوری بوده، به چه شکلی ثبت کرده اینا. یعنی شما وقتی پایان نامه یه مقاله میخواد به یه گزارش هم میخواد بدید تو این فرمت بفرست. این فرمت رو مشخص کنم، این کارشون راحت بشه، دیتا رو بتونه راحت پیدا کنن، دیتا رو بتونه راحت‌تر خونده بشه. پس اینجا نیاز یه سری قوانین باشه دیگه، یه سری قوانین ما بذاریم میگم آقا فرمت تراکنش‌ها رو شما که لجر دارید اینجوری باید ثبت بشه، اینجوری باید باشه و ثانیه به ثانیه هم تمام تراکنش‌ها داره انجام میشه و شما باید آپدیت باشید، آنلاین باشید و ثانیه به ثانیه اینا رو چک بکنید. حالا این تراکنش‌ها خصوصیت دارن دیگه، یعنی باید ببینید هم دیت داشته باشن هم تایم داشته باشن. یعنی دقیقاً میگه آقا این تراکنشه بود که 2 میلیون حالا 1 میلیون بود، روز دقیقاً مثلا چهارشنبه بوده 16/6/1401 دقیقاً ساعت 4:54 دقیقه و 32 ثانیه. اینو باید داشته باشه، اینجوری باید ثبت بشه که تراکنش‌ها با هم دیگه جابجا نشه. تراکنش‌ها وقتی با هم دیگه جابجا بشه دیگه عملاً کسی نمیتونه ثابت بکنه من اول به این پول دادم بعد این پولم به من پس داده، نده، مشکل درست میشه. مورد بعدی اینه که چیه؟ ترانسپرنت باشه، یعنی چه شفاف باشه دیگه. ببین ما تو اونجا گیر داریم که واسه تو لجر دست بانک نگه داشتی و کسی نمیتونه ببینه. پس ما اگه اینجا بخوایم شفاف نباشه که خب برمیگردیم به اون سیستم قبلی خودمون. پس در واقع اینجا باید ترانسپرنت باشه، یعنی اینجوری باشه که همه بتونن بیان ببینن. یعنی وقتی من میگم پول دادم به علی، بقیه هم بیان لجرها رو ببینن، چک کنن، میگن بله ما این لجر رو دیدیم درست بود، این لجر رو دیدیم درست بود، این لجر هم دیدیم ایشون حرفش درست و متینه. ولی همه باید ببینن، یعنی هر کی از راه رسید باید بیاد ببینه لجرها رو. یعنی که مثلا نیازه که ما یه سری قوانین بذاریم میگیم فقط اینا بیان ببینن. و ما اگه بخوایم قوانینم بذاریم که باز میشیم سنترالایز، یعنی خب اونجا یه دونه بانک بود، اینجا مثلا 10 نفر آدمن، میگیم فقط این 10 نفر میتونن ببینن، بقیه نمیتونن ببینن. ببینید توی این دیسنترالایز کردنه ما تونستیم یه سری دغدغه‌هامون رو رفع کنیم، ولی یه سری مسائل جدید به وجود اومد که این سیستمی که درست کردیم باید بتونه این مسائل حل بکنه با خودش. ببینید مثلا تو اینجا چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ مثلا ممکنه یه گروهی یه سری آدم بیان و بگن که این لجری که ما میگیم درسته، چون تعدادشون هم زیاده، این لجرها میاد اینجاها و اصلا یه مدل دیگه ثبت شده، یه تراکنش‌های دیگه توش ثبت شده. کی باید بیاد اینجا تشخیص بده که آقا این قرمزه درسته یا این آبیا درستن؟ اصلا آدما رو پیدا کردیم، چجوری میخواد تشخیص بده؟ پس ببینید نیاز داریم که یه سری قوانین داشته باشیم، یعنی یه سری قوانین داشته باشیم که آقا کیا میتونن بیان این لجرها رو تایید بکنن. حالا اینا که اومدن چجوری میتونن بیان تایید بکنن؟ یه سری قوانین بعد بهشون بدیم، یه سری الگوریتم بعد بهشون بدیم که آقا بر اساس اینها بیاید تایید بکنید که این آبیه درسته یا این قرمز درسته. کی داره درست داره میگه؟ ببینید توی قدیم اینجوری بود که چون دست بانک بود لجر، همه تراکنش‌ها میومد اینجا، چون یه نفرم بالا سرش بود اون لجر رو درست میکرد. یعنی بر اساس اون تراکنش‌ها و اون لجری که داشت خودش میتونست آقا من همه کارم، من بعد اینا نگرش دارم، من بعد تراکنش‌های درست روش ثبت بکنم. ولی تو اینجا دست همه است،
درسته که وقتی دست همه است ما باید غیر متمرکزش کردیم، همه میتونن ببینن، شفافیت داره، ولی خب همه اینا میتونن این لجره رو مثلا عوض بکنن، بعد نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم درسته کدوم غلطه. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ این که این شبکه‌ای که حالا اسمشو گذاشتیم بلاک چین چجوری داره کار میکنه و چجوری داره این دغدغه‌ها رو داره رفع میکنه. اینه که فهمیدیم و بعد که خواستیم بریم سراغ مالتی چین ها میبینیم که خب این دغدغه‌ها که داره حل میشه، مسائل جدید به وجود میاد، بلاک چین های جدید چجوری میتونن این مسائل رو حل بکنن، ایده هاشون چیه و کلی مطالب دیگه. پس تو ویدیو بعدی شروع میکنیم به این که این بلاک چین چجوری داره کار میکنه و چجوری داره این مسائلی که واسش به وجود اومده رو داره حلش میکنه. فعلا